دیگه امروز واقعا یک آب و هوای زیبا و دوست داشتنی آمد. نامه که چیست؟ والا مناسب طبیعت. سلام، چطورستین؟ واقعا هر دوستای ما ششتم بریم یک امر از نام صحبت داشته باشیم. یه پیشتر میریم جای افشواری از دوستای ما افشواری هم دارن. پانداز نیست من گویل چه پانداز است. شما تو دوره کنم کار کجا؟ نزدم چه شفا نکنم مرکا کن. بسم الله الرحمن الرحیم. تنگی شادیان یکی از قدیمی ترین آبادات تاریخی افغانستان می باشد که در 20 کیلومتری شهر مزار شریف واقع گردیده که در میان کوهها که بنابر گفته های مورخین این بنای تاریخی به حدود بیش از 1000 سال برمیگرده که با همزمان با دوره سامانیان در بلخ می باشد که دوره های زیادی تنگی شادیان و دشت شادیان به عنوان سنگرهای تسلیم ناپذیر علیه هجوم کشورهایی که قصد هجوم بر ولایت بلخ را داشتند استفاده می شد. در سالهای متوالی گفتنی است این تنگه من حیث دهلیز ارتباطی میان ولسوالی چارکند و شهر مزار شریف است و یکی از میراث‌های مهم و با ارزش این ولایت به شمار می رود. تنگی شادیان بر اثر سیلاب‌های موسمی در سالهای متوالی قسمتی از آن تخریب کرده بود که در سالهای 1395 هجری شمسی دوباره بازسازی و به بهره برداری سپرده شد. تنگی شادیان قسمی که بیان گردید یکی از مکانهای تاریخی و دیدنی ولایت بلخ است. دشت شادیان یکی از مکانهای زیبا و دیدنی ولایت بلخ است. مردم ولایت بلخ و ولایت انجاور همواره به خاطر تفریح و سبز و لگتان به مکانهای دیدنی دشت شادیان علل خصوص به تنگی شادیان تشریف میبرند به خاطر میله و سیل و ساتیری خود و قسمی که میدانیم در این اواخر ولایت بلخ از اهمیت خوبی برخوردارد. مردم بیشتر به خاطر تفریح، سیاحت و دشت شادیان تشریف میبرند همراه با خانواده هایشان، دوستانشان برای سیاحت اونجا رفته و دید و بازدید میکنند. واقعا دشت شادیان، تنگی شادیان دارای یک آب و هوای خیلی مناسب، مکان تفریحی مناسب برای خانواده ها و جوانان بودن که همواره مورد دید و بازدید جوانان قرار میگیره. تنگی شادیان یکی از مکانهای توریستی هم محسوب میگردد. تاریخ تنگی شادیان به دوره سامانی ها برمیگرده که در سالهای 874 الی 999 میلادی در ولایت بلخ حاکمیت داشتند. دوران حکومت سامانی ها یکی از بزرگترین دوران در این قرن دوره اوج تمدن و فرهنگ اسلامی در جهان گفته میشه. تصاویر و ادامه ویدیو را در گزارش ما بیننده باشین. امید که معلوماتی که برایتان ارائه میگرده برایتان مفید واقع شود و هر زمانی که توانستین از این مکان زیبا و دیدنی حتما دیدن نمایید. و تنگی شادیان واقعا یک مکان دیدنی و زیبا و سرسبز ولایت بلخ است. علل خصوص در فصل بهار حتما از این مکان دیدن کنید. واقعا یک جای دیدنی سرسبز صاحب زیبایی است. به نام یاد خدا با عرض درود و سلام خدمت تک تک شما بیننده های عزیز که در داخل کشور هستید که در خارج کشور. گزارش امروز ما را از طریق چینل یوتیوب افغانستان ما سلام بیننده هستین. قرار است امروز یک گزارش داشته باشیم از دشت شادیان یا تنگی شادیان، کوههای شادیان که آمده میگه روز جمعه هست. یک دیدن کنیم و مکانهای تاریخی و زیبا اینجا را برای شما به تصویر بکشانیم. دوستای عزیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، ویدیوهای ما را لایک کنین
و کامنت های زیبایتان با ما شریک بسازین و همچنان ویدیوهای ما رو با دوستایتان شریک بسازین. در ادامه با ما باشین و جاهای زیبا و دیدنی کوههای شادیان یا تنگی شادیان بیننده باشین. بیشتر میریم و همراه بعضی از دوستای ما مصاحبه های می‌داشته باشیم که آمدن اینجا به خاطر سیاحت تفریح. دیگه این روز واقعا یک آب و هوای زیبا و دوست داشتنی هم است. دیگه اینجا یک دوست عزیز ما آمده. سلام خندولک، چطور هستی؟ خوب هستی؟ نامه که چیست؟ سلیم. چی از نامه که؟ سلیم جان؟ بسیار خوب بسیار خوب. اینجا چکر اومدی اندیوار؟ خب کی پدر جانه؟ بسیار خوب ماشاءالله ماشاءالله. دیگه این همراه بیادرمون معرفی میشین. سلام علیکم دوست عزیز، خوب هستین؟ سلامت. خدا میشه معرفی بکنه؟ اسم عظیم است خلاص مثال عظیم خان. بسیار خوب. امروز روز جمعه است دیگه به خاطر چکر اومده؟ نه همه اولادا رو آوردیم چکر. بسیار خوب بسیار خوب. این مناظر اینجا چه رقم از به نظرتان؟ والا مناظر طبیعی است، بسیار خوش است. بسیار خوب. خاطر اولادا رو آوردیم بسیار خوب بسیار خوب. اینجا داخل تنگی فکر میگم بسیار یک آب و هوای خوب هم داره. حالا نظر داخل شهر اینجا هواش خوب است. بسیار خوب بسیار خوش آمدین. بازم چکر خوب و خوش برتان میخوایم. نام خدا این بیادرزاده هم آمده اینجا فکر میکنم. سلام علیکم. شما خوب هستین بیادر عزیز؟ خسته نباشین. سلام چطور هستین؟ جور هستین؟ بخیر هستین؟ شکر بخیر باشین. ایدای گذشته‌تان تبریک. از شما مبارک. بخیر باشین. خدا معرفی بکنین در دوستای ما. محمد هاشم است از مزار شریف تخت سلیمی. بسیار خوب بسیار خوب. وظیفه چی است محترم؟ وظیفه شغل آزاد دیگه. بسیار این خندانکار هم براتون نام باشه بودین؟ یوسف جان است، یونس جان است. خبر آمدین سیاحت. ماشاءالله ماشاءالله بسیار خوب. چکر خوب و خوش داشته باشین. از مناظر زیبا دیدن کنین. انشاءالله ما باز تصویرها را از اینجا میگیریم. بخیر باز در خدمتتان هستیم. باز ما را از طریق یوتیوب چینل افغانستان ما سلام دیده میتونیم. ببینیم ما را. وقت خوب و خوش داشته باشین. چکر خوب باشین. دیگر بیشتر میریم ببینیم چه رقم هست. مایده پیش میریم. بعض جان به خاطر عکس گیری میریم که نام خدا بسیار یک مناظر زیبا داره. پیاده‌های ما در مرکب سوار هستن میاهین این طرف ما را زیر پای نکردن. خوب است فرض خدا. بیشتر میریم در منطقه بالاتر ببینیم که چه رقم است. اوضاع دیگه بیشتر بریم. همونجا اسب معلوم میشه. اگه اسب سواری هم بکنیم اگه قسمت باشه خدا کنه. دیگه پیش میریم هم که مایده بیننده گزارش شما باشیم. سلام علیکم. خوب هستین؟ سعادت بخیرین. مجاهدین صاحبای ما اینجا شکر میزنن نام خدا. دیگه اینجا پیشتر میریم. جای اسب سواری است. بعض دوستای ما اسب سواری هم دارن و تصویر برداری هم کرده هستن. دیگه اولتر همراه صاحب اسب اگه یک گپ بزنیم ببینیم کدام گفتنی داشته باشن همبر ما. سلام علیکم کاکا جان. خوب هستین؟ سعادت بخیر. ایدای گذشته‌تان تبریک. شما تبریک سلامت باشید. میشه خدا معرفی کنین کاکا جان؟ بله میشه خدا معرفی کنین اسم مبارک چی است؟ ذبیح الله. بسیار خوب. یه اسب خودتان است؟ بله ها. یه اسب دوره‌ای مانده فکر میکنم. بله دوره‌ای. بسیار خوب. چطور است مردم میان مراجعین بله بله. کاروبار خوب است؟ مشتری زیاده. این دوره چند است؟ ما یک دوره کنیم 50 روپیه. بسیار خوب. دوره خوردش کلانش؟ دوره کلانی. بسیار خوب. چطور است کاروبار خوب است کاکا جان؟ خوب است مقصد نه.
کم و بیش میشم. از کجا هستین کوکو جان؟ اینجا از کجا؟ شادیان است. از این دشت شادیان هستین؟ خودی شادیان. خود شادیان. بله. میشه درباره از این منطقه برای ما معلومات بدید چی رقم از کدام اقوام اینجا زندگی میکنه؟ مصروفیت مردم چی است؟ مردم مصروفیتش نمی دهقانی هست، نمی کار و بارا هست دیگه، دهقانی میکنه مردم ها. بعضی کسایی که مال داره مالداری میکنه. بسیار خوب. کسایی که موتر داره موتروانی میکنه، شهر میره میآید. بسیار خوب. نفس میبره میاره. آب هوا اینجا خیلی خوبیش هست فکر میکنم. بله. حالا دمان باز نوبت میرسه که بله نوبت میرسه. خیلی ما یک ویدیو بگیریم. شما با اجازه خیلی بریم که لالای ما رو همراهش گپ بزنیم. سلام بیادر، خسته نباشین. صحتمند بخیر. نام خدا خوب است، سوار بوده. دیگه چاپانداز نیستیم؟ چاپانداز نیستم، من دوال چاپانداز هستم. بسیار خوب. خیلی اسم مبارک چیه؟ اسم ما رفیع الله. رفیع الله جان. شریف هستم. مصروفیت چی است رفیع الله؟ مرزبان لیلامی لالا. خب بسیار خوب. خیلی از در کوچه لیلامی همونجا دکان داریم. جالی سودا میکنیم. خیلی بسیار خوب بسیار خوب. ولی خب کیف هم میگن در یاد و اسب سواری. ولی خب ما عمل دیگه بسکشا چه شب روزای جمعه ما دم میدان جمعه وای بسکش سایکل میریم. بسیار خوب. چاپانداز اندول من گلبدین پهلوان قهرمان افغانستان است. در کل که معلوم است دیگه تاشقان قهرمان است دیگه. بسیار خوب بسیار خوب. مطابق سخن حضرت پیامبر اسبسواری ثواب هم داره، اسبسواری شفا هم است. در بسیاری مرضا شفا است دیگه. بسیار یک کار خوب است، اسبسواری خیلی فایده هم داره. خوب چیز است که یک روز در مورد نمیگفت که یک دانه سوار شوی. قلم یک روز هم که وقت داری اسب سوار شو. سوار شوی. و ما خود دیگه طرفداری قهرمان هستیم، باید در بسکشی ما بریم دیگه. در جایی که گلبدین پهلوان باشه 4 تا 5 تا اندولا بسکشی میریم هر جای. کندوز، شبرغان، کابل هم این رفتیم هوادارش. در کل که دم کابل هم نشان قهرمانیش بهترین چاپانداز تا بالی ما از وقتی که بسکشی میریم تا بالی خوگری از رو ندیدیم. بسیار خوب بسیار خوب. بین تعریف یک بسکه چاپانداز خودم شنیدیم دیگه. بازم تشکر دوست عزیز. خوش باشین، بخیر باشین دیگه. بیا خیلی دیگه. ما یک اسب حتما دیگه ما یک اسب سواری کنیم بعد از باز که خدا کنه ما را نغلطانه یک اسب. چند تا قمچین هم میدونم می قمچین نزن که نغلطم من. خدای نخواستم. تمام سو دوره کنم کوکو جان. خواه در دست راست قمچینه بگیرم. برو رفیق. نزنم چیز چپه نکنم برای کوکو. یعنی بیام اسب سواری دیگه ما دوره رقی کلان نمیگیریم به خاطر که فقط زیاد بلد نیستیم دیگه این یک دوره خورد میگیریم. اسب سواری هم بلد نیستیم. کاکا بس از فکر میکنم که حال خدای ناخواسته خدای ناخواسته از فایدهش که ضررش جاب نشه. بازم خیلی بینین کاکا جان دیگه. نمیره؟ حالا مر دشت شور نمیره، از دشتی شادیان گرفته. خیلی بینین کاکا جان. نام خدا دوره خدا کردیم دیگه در دوستای عزیز، اسمی که میبینین آمدیم تا در بالای تنگی شادیان یک مکانی است به خاطر دیدن جای دیدنی عالی. آمدیم تا بالا بریم که بالا چه رقم است وضعیتش. کم تاریک هم است. مچیم که ویدیوی ما چه رقم خواهد آمد. واقعا یک مکان تاریخی است. واقعا یک جای تاریخی است. زینه از این بسیار یک زینه جالب داره دوستای عزیز. خدا کنه نغلطی میتیم بریم بالا که ببینید چی رقم است. بیشتر میریم
این رسمی باید بیننده های عزیز، قسمی که دیدین برنامه امروز ما بود که از تنگی شادیان و یا کوههای شادیان براتون آماده ساختیم. دیگه قرار است دمیجه با شما در این برنامه خداحافظی کنم. پیش از خداحافظی یک چیزی یادتان نره که چینل ما را حتما سابسکرایب کنین، ویدیوهای ما را لایک کنین، نظریات نیکتان با ما شریک بسازین، ویدیوهای ما را شیر کنین تا ویدیوهای جالبتر و بهترتری در برنامه‌های بعدی براتون آماده بسازیم. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدارتان باد.